ابزارهای متنوعی برای مدیریت و تصمیم گیری‌های مختلف برای زمانهای مختلف به وجود اومدن که یکی از اون ابزارها بیزینس مدل هست. بیزینس مدل خودش بخش‌های متنوعی داره که در هر کدوم از اون بخش‌ها مشخص میشه که در کسب و کار چه اتفاقی داره میفته و برای چه کسانی اون اتفاق میخواد رقم بخوره. در همین راستا زنجیره تامین نیز مفهومی هستش که در بیزینس مدل قرار گرفته و با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. تمام این موارد اثرات مالی دارن و اتفاقات مالی شرکت بر اینها اثر متقابل میذاره. برای صحبت بیشتر در این خصوص پیشنهاد میکنم که از خدمات رایگان مشاوره‌ای اتاق بازرگانی تهران که برای اعضای خودش فراهم کرده استفاده بکنید. برای دریافت این خدمات هم با مراجعه حضوری، هم به صورت تماس تلفنی و هم با مراجعه وبسایت اتاق میتونید با ما در ارتباط باشید.